فواید گینو از لحاظ طبی: روحی 1398. گینو مقاومت بدن را زیاد می کند. برای لفافت و زیبایی پوست مفید است. از سرطان معده جلوگیری می کند. گینو مقوی معده و ضد گاز معده است. آرام بخش است. کلسترول را پایین می آورد. ضد عفونت میکروبی است. ضد بندش ادرار و نرم کننده سینه است. سرعت خون را تیز می کند. دارای مقدار زیاد مگنیزیم می باشد. دارای ویتامین های A، C، B1 و B2 می باشد. دارای ویتامین چربی، قند، فسفرس و کلسیم می باشد. گینو به خاطر داشتن مقدار زیاد فسفرس و کلسیم بالا یکی از میوه هایی است که در تشکیل استخوان و اسکلت بدن مؤثر است. گینو به دلیل داشتن ویتامین A، B، C مقاوم قلب می باشد. برای سرگیچه یا سرگرنگسی مفید است. باعث تقویت حافظه می گردد. برای رفع بی‌اشتهایی مفید است. برای فشار خون بالا مفید می باشد. این میوه برای درمان بیماری های چاقی، برانشیت، التهاب ریه، زکام، فشار خون بالا و بیماری های مختلف پوستی مفید است. نواقص گینو: استفاده روزانه بیش از 5 گینو سردردی را به وجود می آورد. مصرف زیاد گینو باعث افزایش گاز روده می شود. مصرف زیاد گینو در اطفال باعث اسهال می شود. د افغانستان نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.